سلام به تمام شما هموطنان گل و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز ما غزال نظری و همراه همکار گل و نازنینم در کنار شما خوبان هستیم. خب قسمی که میبین دوستای عزیز، تنها نیستم در برنامه. سپنا جان عزیز با خود دارم و امروز برنامه مختلف داریم. سلام سپنا جان، خوب هستی؟ سلام دختر مقبول، خوب هستی؟ سلام دوستای عزیز، شما همچنان خوب هستین؟ سلامت؟ دیگه نمیفهم باز امروز غزال جان چی پلان داره سر من، نمیفهم مرا چه رقم جزا میده. نه دیگه دوستای عزیز، جزا نیست. خب امروز خواستم که یک برنامه متفاوت داشته باشیم از دیگه ولاک، از دیگه برنامه کردم. امروز ما یک چی میگه پانیپوری میخوریم. دوست داری؟ خوش داری؟ گلگپه، پانیپوری گلگپه، اما دیگه اردو شرق از هر نام برش میگیره. دوست داری؟ خوش داری؟ چرا نیمه که عاشق از غذا هستم. خیلی نه حق خواستیم. خب دوستای عزیز، امروز دیگه ما میخواییم که یک مسابقه بین خود داشته باشیم، چالش نه. و دوستای عزیز نگفته نمونه که اسپایسی هستم، بسیار تند است، بسیار تند است. بله دیگه هر کسی که باخت باز چی میشه؟ تشریح بده با دوستا. حالا دیگه مهمان نیستی، دیگه میزبان هستی. من نمیفهمم این برنامه بار اول است که من انجام میدم. این برنامه رو که از غزال جان شنیدم، دیگه نمیفهمم که امروز سر من چی پلان داره و دیگه ورقات چیزایی که نوشتم کردن نمیفهمم که از طرف خودش هر چی نوشته کرده، از من پرسونم نکرده دوستای عزیز. دیگه نمیفهمم چی جزا است. ما هم خیلی نکردیم کامرامین عزیز ما. دیگه نمیفهمم که چی رو انتخاب کردم، مگم یک چیزی رو که میبینم اینجا مرچ سبز مونده. مرچ سبز موندگی سو نمیفهمم در این چی جزا داده شده، ای را گفته نمیتونم. دوستای عزیز شما بیننده هستین، میبینین و ببینین دیگه که چی میشه آخر ما. خب سپنا جان عزیزی را بو که این ورقه شاید به نظر تو چی باشه؟ سه دانه زگیر نمیفهم. به نظر من غزال جان زیاد عاشق قضیه است که باید ما برازی یک غزل بخوانم، یک آهنگ بسیار مقبول بخوانم. دیگه نمیفهم خدا کنه که این پلان سر من نداشته باشه. خب اونجا مرچ مونده، مرچ به خاطر چی است؟ مرچ اینا میبینیم که این کارهایی که غزال جان میکنه کل از اینا چی رقم باید انجام بدیم، چی باید بکنیم. خونه خصایص میفهمی اینمی برنامه تصمیم ما بود سایز دوستای عزیز، مگم اینمی ورقا که چی نوشته شده اینمی را من نمیفهمم. خب این ورقا رو اینا دوستا میبینن و ما نمیفهمم. این کامرامین عزیز چی است؟ دیگه تحصیل کلیدی. و این استاد میگالی به شما نمیگم، می خودتان باز کنین ببینینش. خب میبینیم یک جا تماشا میکنیم. خب هموطن عزیز خدا کنه که زبا که بریالی شما گنا. نه زبا که عالی به نظر تو میبری یا ما؟ تو برنده میشی یا ما؟ به نظر من سر خود اعتبار دارم، باخت قبول ندارم هیچ وقت. خیاط باخت ما قبول دارم زبنا. باخت دختر خانوما دیگه نمیفهمم. اولین بار است که من همراه غزال جان زد میزنم، در زندگی همراه کسی زد نزدیم. دوستای عزیز خیلی دوستانه است، سر خود باور دارم عزیز دلیر دوستانه است. خودمی دوستی من میگم زد نزدیم هیچ وقت. اولین بار است ما امتحان میکنم، تست میشه که غزال جان قوی است یا ما. خیلی زندگی هر چیز تجربه کنی خوب است به نظر من. غیر تجربه نکرده بودم دوستای عزیز. بیایم دوستای عزیز بسم الله خدایا دیگه فقط از مرچ میترسم. اگر ببازم مشکل نیست که دیگه هر چیز است، فقط از اون مرچا طرفم تو بد سعی میکنه. الله خدا جان به نظر من این مرچک بخواد تو ساخته شده غزال جان. چطور تند است خدایا، اوف تو تند باشه. راسیا می هر کس که مرچا رو مورده بسیار سرما قصیری بوده، چرا مرچای نازک همیشه تند میباشه. سایکو تو اینو ببین چقدر مقبول است. مگم اوف از درونش میگه چی میگه، زبان ما و قلب ما این قسمت نه چیز نمیکنه. شبخانه اینجا نزدیک است. خدا نکنه. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، جای نروین که ما باشیم هستیم. بیا که برویم از این ولایت من تو دست مرا بگیر و من دامن. حالا اینجا معلوم میشه دوستای عزیز که دستم میره که دامن میگیره. خوب دل دولک بذار خدایا دیگه خودت رحم که بالای اردوی ما دیگه. ما خب میفهم که سپنا جان ماشاءالله در خوراک هم استعداد داره دیگه، دمی هر چیز به خاطر که زن قوی مبارز و ما تعریف کردم میرم دوستای عزیز شیشه کام از دوستای عزیز. در خوراک واقعیت من ندارم استعداد، چرا که زیاد کم خوراک هستم. یک چیز دیگه دوستای عزیز که ما چی میگن غداری کرد. غداری بازی مانا چی میگن؟ کار کردیم. چی کردی بگو خودت به دوستای عزیز داره که در غزال جان همی گلگپه بسیار مقبول میخوره. من کلانش طرف از این ماندم، خوردش طرف خود ماندم. گفتم که من نمیتونم دانه خدا به یک نوزه کلان کنم. نه دوستای عزیز ما قلندری میخوام، دقیقش نیستم.
دیگه به خاطر که نبازم هر آن چیزی که باشه میفهم به خاطر چی قانونش است باید کلانش به من آفرین. که میگن دمدان داخلش کنم. خب من نتونستم دوستای عزیز و باید خورد شمه گرفتم. دیگه تو ماشاءالله نازدانه هستی از خاطر. خب سپنا جانم تیاری چمتوه رادیو جی رادیو بسم الله کن خدایا دیگه خودت کمک کن مارا خیلی نکنم خدا قینه رو شده سپنا جان من گفتم یک کمک دیر شد. ایره چی کاری کنیم؟ خب ایره باید چی کنیم تو؟ ایره نمیفهم ایره باید بخوریم پاره. خب ایره باید تیز بخوریم مردیم؟ ما این تر بالا باید بگیریم. دیگه نمیشه دوستای عزیز به خاطر که ما ایره کمک وقت خواسته بودیم دیگه اما این به خاطر نرم شده این دو قسم خورده میشه. غزل جان اینا رو من یاد میدم. بگو تو برام. یکی هست که دوستای عزیز ایره باید آبش بزنین و بخورین و قسم دیگهش وقتی که اگر کمک دیر میشه و نرم میشه گرفته نمیشه بس مجبور هستیم اول گلگپی رو بخوریم. باش حالی وقت شروع نشده. وقت استاد نشده دوستای عزیز. خب دوستای من گفت که چه رقم میخوری باید یاد بدیم. من گفتم شروع کنیم. نه دیگه باید وقت ما یکی رقم خورده بودیم ما خورده بودم مساوی شدیم. سعی که جانزنی میکنیم. دوستای عزیز قدر ذهن تیز داره ماشاءالله. آنقدر ذهن تیز داره. من میگم هر کس استعداد داشته باشه مثل سپنا جان. باید تایم رو انتخاب کنه. کم تایم که باید استارت بکنه کم تایم که باید ختم کنه. خب هموطنان عزیز باید در 1 دقیقه تمامش باید خلاص کنیم. هر کدام ما زودتر خلاص کردیم دیگه اونمو برنده است و کسی که از ایمان او بازنده است. حالا چی تلفن بند شد. بسیار گیمه سخت. خلاص ما ختم کړل کنه خلک یو غوړي رسانو د دهان 1 دقیقه اینا ببینید. یس یعنی من برنده شدم. مساوی بدیم. نه مساوی نبودیم جانم. گفتم کسی که دانشم از دان باید پیش خلاص شود. چند روز پیش پرکتیس کرده بود دوستای عزیز من بسیار دیر داد. حالا ما اونجا خدا ببینم خدا که چه خورده رسم این نبیگی جانم. باش که کیره برات. خب خیر. سپنا جان بخاطر ایران قبول دارم. گپ نیست. افتخار میکنم به غزل جان که اولین بار است تو یک نفر پیدا شده که مرا برده دیگه. قربان زنده باشی سلامت باشی عزیز دلم. این فقط یک چالش دوستانه بود. وام د خوراک. من گفتم تان دوستای عزیز اینجا براتون ثابت شد که من خوراکی نیستم. معلوم شد. نه معلوم شد دوستای عزیز نه دیگه باید در مسابقه ما واقعا نیستم قدر خوراکی. حالا به خدا قسم است که بسیار سر فشار آمدم. اصلا خود کنترل کردن. باش دوستای عزیز چکنی زیاد مزه داره. ما آب شکی کام خواستیم. خب ببینیم خلاص دوستای عزیز میبینیم که غزل جان دایی باز مرا چی جزا میدم. خدایا مرش نبرای برش که میترسم سعی که من چقدر خفه میشم. راستی؟ دوستم داری؟ بسیار. حالا باورت نمیشه که دوست دارم. نمیفهمم چی دلم میلرزه. من نمیفهمم دوستت ندارم یا نمیفهمم باور دلم میلرزه. دارم دوستای عزیز مر جزا میدم. خب از چیزی که من بسیار میترسم از آهنگ خواندن او خدا کنه نباشم. ببینیم دوستای عزیز که چی میشه. دل جمع ان شاء الله مطمئن هستم. مهمانی دوستای عزیز مهمانی
بولانی خوری انشالله دیگه چیز از پیش دیگه نمیخواد. چیزام نی بولانی. فقط در مهمانی بولانی باید بتی با ما. آلو پکوڑا میگه؟ آلو پراٹھا. آلو پراٹھا. آلو پراٹھا. آلو پراٹھا. در به کې ودله. کله. تابعدار. قربان. کله. چې کله ته غواړې. کله زه غواړم. ښه دوستانو نو سپنا جان وویلله ما وګټله. آهنگ نبود. آهنگ امروز سرت میخوانم انشالله انشالله انشالله. آهنگ میخوانم اما یک آهنگ بسیار دوست دارم. دوستای عزیز افغانی هستم. تو بخوانی کمک شد زمزمه کو بریم. آهنگ دوستت دارم میدانی یا نه؟ این کار دل است؟ نه خیر. دوستت میدارم میدانی یا نه؟ امی فکر کنم امی آهنگ است دیگه از یادم نمانده. یادم بیایم. دوستت میدارم میدانی یا نه؟ در پهلوی من میمانی یا نه؟ هرچی نوشتم از تو نوشتم میخوانی یا نه؟ آفرین آفرین. در کنار چی؟ در کتاب خود دوست عزیز بسیار دوست دارم اما دیر شده نشدیم. انشالله بازم یه آهنگ بر غزل جان میخوام. من خو از دل خود گفتم دلم چون دیچه روز بولانی میخواید یعنی دوست داری بولانی برم بتی یا یگان چیز دیگه تیار میکنیم. دوستای عزیز غزل جان پیشما بسیار نازدانه است. هر چی که غزل جان بگه ما تابعدار هستیم. ما در خدمت هستیم. تشکر. و دیگه ماشاءالله بسیار وقت کم میشه که امروز ما در برنامه‌ها ظاهر شد آمد نگم زیاد علاقه‌مند پیدا کردیم. چطور؟ بسیار زیاد مردم از تو تعریف کرده و خوشت کردن. زیادتر دوستا هموطنان خودت تعریف کردن. کردیم با قد زبانم بخی همون تو کلوله شده اصلا از گپ زدن اومدیم. امروز مرا جزا دادن بازم معذرت میخوایم که اشتباه شده از پیشم. قابل قدر هستین و خودتان جان هستین. دوستای عزیز همچنان دوستتان دارم. خودتان دوست داشتنی هستین و محترم هستین که به نفر قدر میتین عزت میتین. خودتان مردمای قدردان. دوستای عزیز بسیار ببخشید امیال اصلا من حالت خود نیستم به خاطر بسیار زیادتون بود دوستای عزیز شبکه ما میسوزه. خیر به هر صورت تشکر سپنا جان عزیز سلامت باشید. دیگه تشکری نمیشه به خاطر که خودتون میزبان هستین مهمان نیستی. از تشکری از کسایی میکنیم که برنامه ما رو میبینن و لایک میکنن. بله دوستای عزیز واشتایم برنامه یک چند ساعت ماندم برنامه رو ببینیم که واشتایمش پوره شود و این بود برنامه امروزی ما که ما و سپنا جان در خدمت شما بودیم. امیدوارم که خوش شما آمده باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم و هم دیگه برنامه بولانی خوری ما رو منتظر باشین. الله یار نگهدار.